صبحتون بخیر. چطورید؟ من ساعت 8 صبح بیدار شدم و الان ساعت 9 و برخلاف همیشه نمیدونم چرا مامانم اینا بیدار نشدن، بنابراین مجبورم آروم حرف بزنم. من ساعت 10:30 کلاس پیانو دارم و باید آمادشم برم. من این مدت مریض شده بودم و الان تازه خوب شدم. نیازمند ریکاوریم. خب من صبحونم خوردم، الان دارم آماده میشم که برم و اینکه انقدر این مدت کار دارم تو این 2 روز که نمیدونید. باید برگردیم همه این کارا رو انجام بدیم و فردا هم وقت داریم، ولی خب باید همه رو انجام بدم. ببین یه جوری این اثر مریضی روی من مونده که وقتی گوشیو میذارم ویدیو بگیرم اینجوریم که من چرا قیافم این شکلیه. کارای دیروز، امروز و فردا یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رو نوشته بودم که 6 تاست ولی سخت، 6 تاست ولی نیاز به تمرکز داره. اولش تمرین پیانو بود که دیشب انجام شد، بعدش 3 تا کار طراحی دارم و یه دونه کار دوخت. سلام دوباره، صبحتون بخیر. من دیروز هیچ کاری نکردم به دلایلی، به این دلیل که یه مشکلی پیش اومد. من کلا نتونستم کاری انجام بدم غیر از یه دونه از کارام و کلی کار دیگه مونده. امروز صبحم ساعتم زنگ نخورد یا آروم خورده من نفهمیدم، هرچی که بود 1 ساعت بیشتر خوابیدم که خب حالا عیبی نداره. من می‌خواستم یه بار بیام اینا رو بهتون معرفی کنم و بگم حالا خوبن یا نه، چون داخل چند تا ویدیو قبلی که آنباکسینگش کردیم گفتم نظرمو بهتون بگم. اینا خیلی خوبن و واقعا چیزای ادایی و الکی نیستن، خیلی واقعا من ازشون خوشم میاد، ولی این اصلا چیزی نیستش که بخواید بابتش پول بدید. شاید هم چیزی که من گرفتم خوب نیست ولی همش همینه، یعنی از جای خوبی گرفتم. اگر که میخواید یه چیزی زده باشید اینو بگیرید، چون موقعی که من موهام چتری نبود اینو میزدم و قشنگ اینطوری موهامو نگه میداشت، ولی الان که موهام چتری نیست این انقدر اینجوری میشه و خب ما برای شستن صورت سرمون میگیریم پایین، این قشنگ تا اینجا میاد و خب کثیف کاریه دیگه. یه دونه از اینا بگیرید با از اینا. حالا مال من رنگاش متفاوته، اگر میدونستم آبی میگرفتم. این شکلی خیلی زیبا و خوب قشنگ جمع میکنه. نمیدونم که قراره کارامو واقعا پیش ببرم. اگر مثل دیروز یعنی دیشب وضعیتمو اونجوری پیش ببرم واقعا نمیرسم کارامو کنم. و اینکه کاری که امروز باید بکنیم و کار اضافی واقعا اینه که من دیروز برای دوستم یه چیزی سفارش دادم از لوازم تحریری نزدیکه ولی واقعا رفتنش سخته.
و موقعی که بهشون گفتم مقوای مشکی، برای من مقوای سفید فرستادن. حالا روی این حساب که ما مقوا رو برای مثلا نقاشی میخوایم، نه برای پاستورتو کردن. خلاصه که اونا هم باید حضوری ببرم عوضش کنم و باید منتظر برادر گرامی باشیم که ببینیم کی وقت میکنه از سر کار بیاد. الان که دارم صورتمو میشورم فقط دارم به این فکر میکنم که صبحونه چی بخورم. مامان بابام دیروز رفتن شهرستان و من نمیدونم چی بخورم. ببین چه هواییه، صدای پرنده ها میاد اصلا. اینم کار دیشبمه که انجام دادم، بهتون گفتم. ترفند اسکیسه که خودم خیلی دوستش دارم. یه دونه دیگه دقیقاً از همینا باید بکشم امروز. کی میدونه الان نوبت چیه؟ آفرین، نوبت قهوه است. این یکم عجیب غریبه چون نون توست داشتم ولی خراب شده بود و قهوه هم اینجا داریم. اوکی، من صبحونه‌مو خوردم و فیلمم هم دیدم. امروز تاسیان اومده بود. دیگه واقعا میخوام بشینم پای کارام. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? شما شاهدین من داشتم کارامو انجام میدادم ولی کائنات نمیخواد من کارامو انجام بدم. میخوایم بریم جشن فارغ التحصیلی یکی از دوستامون. برگشتنه باید برم 2 تا عکس چاپ کنم برای اینکه بتونم کپی کنم روی برگه و بکشمش. سریع آماده شم که داداشم داره میاد دنبالم. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. کولر صداش خیلی زیاد بود. انقدر گرمه که نمیدونید. الان دارم میرم عکس‌ها رو چاپ کنم بعدش برم خونه. خیلی گرمه، خیلی اصلا قابل تحمل نیست ولی خب میارزید. همین الان مامانم زنگ زد و گفتش که مهمون داریم. در حالی که این وضعیت اتاقمه، این وضعیت سالن خونه. و خب یکی از کارامم باقی مونده. نمیدونم چجوری قراره همه اینا رو جمع کنم. این طراحی پوست حیوان بود که من ظرافش رو کشیدم. این پروانه است. اینو میذارم برای بعد اینکه مهمونامون اومدن. آره خیلی قشنگ شد. آقا من از مدرسه اومدم و این ولاگو تموم میکنم که سریع ادیتش رو انجام بدم. امروز راستشو بخواید خیلی روز سختی بود، واقعا همش سر پا بودیم، پر از جوجمان و اینجور چیزا بود. یه چیزی برگزار کردیم حالت نمایشگاه جوجمان، نمیدونم دقیقا هرچی که بود واقعا خیلی انرژی ازمون گرفت
و یه کلاس هم داشتم که کنسلش کردم و اینجا بودم که من نمیتونم الان. اومدم خونه که بگیرم بخوابم، اما متاسفانه مجبور شدم نهار سفارش بدم و الان نهار سفارش دادم و هنوز نرسیده. و برای اینکه میخواستم بخوابم از یه جایی سفارش دادم که معمولا خیلی سریع میاره همیشه برامون غذا رو. الان دقیقاً 1 ساعته که منتظرم و همیشه اینجوری بوده که مثلا سر نیم ساعت غذای منو برام میآوردن. گفتم که فقط بخورم و سریع بگیرم بخوابم، اینقدر که خستم. دیشب دیر خوابیدم و صبحم خیلی زود بیدار شدم. همین دیگه.